به نام خدا، توی این قسمت میخوام شما رو با پیشخوان وردپرس یا همون مدیریت سایت خودتون آشنا کنم. برای ورود به پیشخوان وردپرس باید آدرس سایت رو بنویسم، جلوش یه اسلش wp-admin اضافه کنم. به این صورت فکر تازه site.ir/wp-admin. خب نام کاربری رو اینجا وارد میکنم که هنگام ثبت نام اگر یادتون باشه انتخاب کرده بودم. رمز عبور هم اینجا می نویسم و بر روی ورود کلیک می کنم. خب این پیشخوان وردپرس هست یا همون مدیریت سایت من. به ترتیب تمام بخش های اون رو به شما معرفی می کنم تا با میز کار خودتون بیشتر آشنا بشید. اولین گزینه‌ای که به چشم میخوره بروز رسانی ها هستش. یعنی اگر افزونه‌ای نصب کنید و نسخه جدید اون منتشر بشه، در این بخش به شما اطلاع داده میشه. اگر نسخه جدیدی برای قالب شما اومده باشه یا اینکه نسخه جدیدی از وردپرس منتشر شده باشه، اینجا به شما اطلاع میده تا اون رو به روز رسانی بکنید. گزینه بعدی نوشته ها هستش. این قسمت همون مقالات یا پست های منتشر شده در سایت شما رو نشون میده. از لینک همه نوشته ها میتونید نوشته ها و پست های قبلی رو ببینید و اگر میخواد یک مطلب جدید در سایت خودتون منتشر کنید باید از قسمت افزودن نوشته یک مطلب جدید ایجاد کنید. دسته ها همون دسته‌بندی های سایت هست، مثل سایت خودم که دسته‌بندی های مختلفی داره، مثل ویدیوها، صوتها، مقالات و غیره. از اینجا میتونید دسته‌بندی های مختلفی بسازید و دسته‌بندی های موجود رو ویرایش کنید. برچسب ها یا تگ ها مربوط به نوشته های شما میشه که اونها رو هم میتونید از اینجا مدیریت کنید. رسانه هم مربوط به تمامی فایل هایی هست که شما آپلود میکنید. یعنی هر مطلبی که در سایت خودتون منتشر میکنید، اگر در مطلب خودتون هر نوع فایلی مثل عکس، فایل فشرده، موسیقی، ویدیو، هر چیزی که آپلود کنید همه اونها میاد اینجا و میتونید از این قسمت اونها رو ببینید. برگه ها همون صفحات ثابت سایت هستن. از این قسمت میتونید برگه های قبلی خودتون که ساخته بودید رو ویرایش کنید یا اگر دوست دارید برگه جدیدی بسازید. دیدگاه ها همونطور که از اسمش پیداست، یعنی اگر کاربران دیدگاه یا نظر خودشون رو درباره مطالب شما یا محصولات شما ثبت کنن، از این قسمت دیدگاه ها میتونید اون رو ببینید، اون رو ویرایش کنید یا تایید کنید و در سایت منتشر کنید یا پاسخش رو بدید. بخش نمایش مربوط به ظاهر سایت شماست. از این بخش میتونید قالب نصب کنید یا همون پوسته و ظاهر سایت خودتون رو سفارشی سازی بکنید. ابزارهای مختلفی در جاهای مختلف سایتتون قرار بدید. افزونه ها یا پلاگین ها به وردپرس قدرت میدن و امکاناتی رو به اون اضافه میکنن که در حالت پیش‌فرض و پایه اون امکانات رو نداره. به عنوان مثال سیستم وردپرس به صورت پیش‌فرض فرم تماس نداره و به وسیله افزونه های مختلفی که فرم تماس ایجاد میکنه میتونید فرم تماس بسازید و در صفحات و مکانهای مختلف سایت خودتون قرار بدید. همچنین افزونه SEO، افزونه فروشگاه ساز، افزونه کش و بسیاری از افزونه های دیگری که موجود هست و امکانات بسیار عالی رو به سایت شما اضافه میکنه. این قسمت رو هم با مثال های عملی به شما نشون میدم که چطور باید افزونه نصب کنید و تنظیمات اون رو انجام بدید. بخش کاربران هم همونطور که از نامش پیداست مربوط به کاربران سایت میشه. یعنی اگر سایت شما سیستم عضوگیری داشته باشه، کاربرانی که در سایت شما
ثبت نام میکنن اینجا به نمایش در میاد، یا اینکه مشتریانی که از شما خرید میکنن به عنوان یک کاربر در این بخش نشون داده میشه. در قسمت ابزارها یک سری از ابزارها رو در اختیار شما قرار داده، مثلا ابزار درون ریزی یا برونبری. به وسیله ابزار درون ریزی میتونید مطالب خودتون رو که قبلا در سیستم های دیگه نوشته بودید، مثلا در پلاگرول، بلاگر، تامبلر و غیره، به وردپرس خودتون در سایت خودتون انتقال بدید. ابزار برونبری هم برای گرفتن بکاپ هست. میتونید از مطالب خودتون یک فایل بکاپ تهیه کنید که اگر مشکلی برای سایت شما به وجود اومد، مطالب خودتون رو از طریق ابزار درون ریزی دوباره برگردونید. و برای بکاپ گیری کامل از سایت وردپرسی خودتون افزونه های بسیار زیادی هم وجود داره که استفاده از اونها به جای ابزار برونبری خود وردپرس پیشنهاد میشه. آخرین قسمت تنظیمات وردپرس هست، مثلا تنظیمات همگانی که میتونید از این بخش عنوان سایت رو تغییر بدین، ایمیل مدیر سایت رو تغییر بدین که اگر یادتون باشه در هنگام نصب گفته بودم که بعداً اینا رو میشه از صفحه مدیریت تغییر داد. اگر گزینه عضویت رو فعال کنید، بازدید کنندگان سایت شما میتونن در سایتتون عضو بشن. از اینجا میتونید نقش پیشفرض کاربر تازه عضو شده رو انتخاب کنید. زمان محلی رو میتونید از اینجا انتخاب کنید. ساختار تاریخ رو میتونید تعیین کنید که به چه صورتی در سایت شما نمایش داده بشه. ساختار زمان رو میتونید تعیین کنید که چطور در سایت شما نمایش داده بشه، مثلا 16:49 دقیقه یا اینکه 4:49 دقیقه بعد از ظهر. روز آغازین هفته رو میتونید از اینجا انتخاب کنید که به صورت پیشفرض شنبه هست و زبان سایت رو هم از اینجا تعیین میکنید. قسمت نوشتن مربوط به مقالات سایت هست. قسمت خواندن یک سری تنظیمات داره، مثلا میگه در صفحه اول سایت شما چه چیزی رو نشون بده که به صورت پیشفرض روی آخرین نوشته ها هست، یعنی جدیدترین مطالب شما در صفحه اول به نمایش در میاد. بیشترین تعداد نوشته ها مربوط به تعداد نوشته ها در هر صفحه میشه. مثلا سایت شما 50 نوشته داره که تو هر صفحه از سایت فقط 10 تا رو نشون میده که میتونید از اینجا عددش رو تغییر بدید. میتونید بذارید رو 15، رو 5 و هر عددی که دوست دارید. این قسمت هم مربوط به فید سایت شماست. گزینه آخر رو قبلا هنگام نصب توضیح داده بودم. اگر تیکه این گزینه رو بزنید، موتورهای جستجو نمیتونن سایت شما رو پیدا کنن و ایندکس کنن و باید این گزینه رو به همین صورت پیشفرض بذارید تا وقتی که سایت خودتون رو به موتورهای جستجو معرفی میکنید سایت شما رو ایندکس کنن و وقتی کاربران در گوگل و دیگر موتورهای جستجو سایت شما رو جستجو میکنن و مطالب شما رو جستجو میکنن، سایت شما در نتایج به نمایش در بیاد. قسمت بعدی مربوط به نظرات کاربران هست. مثلا میتونید اینجا تعیین کنید که نویسنده نظر حتما باید نام و ایمیل خودش رو بنویسه، یا اینکه کاربران برای ثبت نظر خودشون حتما باید قبلش در سایت شما عضو شده باشن تا بتونن نظر خودشون رو ثبت کنن و یک سری از تنظیمات دیگه. بخش رسانه مربوط به تصاویری هست که در سایت آپلود میکنید و به همین صورت پیش‌فرض مناسب هست. پیوندهای یکتا همون آدرس صفحات شما هست که در قسمت بالای مرورگر نمایش داده میشه. بخش آشنایی با پیشخوان وردپرس هم به پایان رسید.